کار شوخی نیست. این مردا کولتاش گم شده. با یا حاجی دیگه گم شده در سال 2023 گم شده بوده در مکه در همین حج. ای روسیه اومدگی بوده شرکت بولگار تورقتی اومده در همینجا سال 2023 گم شده. حاضر بچهش ویدیو کردگه ویدیو بچه‌ش میمونم تا آخر تماشا کنیم. سلام علیکم مردم تاجیک. من شادمانوف کارمطلع عبدالقادرویچ زاده و حکومت کننده شهر دوشنبه هستم. برای یافتن پدرم از شما کمک میخواهم. خب پدر من شادمانوف عبدالقادر خالویچ که از طرف مسکو با شرکت بولگار تور سنه 30/03/2023 سفر به خانه خدا کردند. آنها طول یک ماه زیارت کردند. پیش از سفر به مدینه سفر کردنشان 24/04/2023 صبح پگاه روزی است. تقریبا ساعت 7:00 آنها از گستینسه محبس جین برآمدن رفتند تا حال بدرا گشتند. و از شما خواهش می‌نمایم که برای یافتن پدرم کمک نمایید. آدم سال 2023 عین می گسنیتسایی که اینمی حوزی ما در همون کوچه محبس جین میگن همین جا گم شده. شرکتی که اومدگی بدین چی گفتم شد؟ بولگار تور. بولگار تور نام شرکت بولگار تور. یا محتاطی بوده چه میکنه روزی که باید همون گروپ یا جای مدینه روان همون سحری گم میشه. همین گسنیسه برآمدنش همه میدونه دیگه به همین بینام نشون من حیران میشم باور کن. ای همه گویم امنیتی سخت در روی جهان همین امنیتی عربستان این آدم‌ها کجا میشه باشن؟ شما میدونین که نویسین در کامنتاری یگون چی؟